سلام، روزتون بخیر باشه. امروز من و خواهرم سلام کن. سلام. من و خواهرم یه چالش گذاشتیم، میخوایم اولویه درست کنیم. بساط اولویه رو آماده کردیم و نه قصدمون یاد دادن طریقه درست کردن اولویه نیست. همه بلدن، یاد نامینو میخرن. آره این هم هستش، نامینام اولویهاش خوشمزه تبلیغ شد. بریم ازش چیز بگیریم. قصدمون اینه که ببینیم سرعت عمل کی بیشتره. بریم به چالش امروز برسیم. اگه من یه ذره دیر کار کردم بدونیم که خسته. من کندم، کلن همیشه کارامو یواش یواش انجام میدم. مامانم اسممو گذاشته بود اشرف خانوم، شاید باورتون نشه. اشرف خانوم. آره اشرف خانوم بنده خدا یه همسایه‌ای داشتیم، خیلی بچه بودیم. بعد این بنده خدا آروم آروم کار میکرد، خیلی طول میداد. آره تمیز و با وسواس انجام میداد و اینا. بعد مامانم از بس من آروم آروم کار میکردم، بنده خدا بدونی که بدونه تو روز 100 دفعه تو خونه ما اسمش میومد. آخرم مادر ما ازش حلالی نگرفت. آره ولی شد مادر دیگه فامیلا رو نگید. فامیلا نه، اینجا رو بوق بذار. برنده تو تخم مرغت هم پوست کندی؟ بله. من گفتم اشرف خانوم بجم، اشرف خانوم بجم. میخوای یه سیب زمینی میگم؟ نه نکن. حالا تا تو بوست بکنی. کی تخم مرغشو بوست میکنم؟ من داشتم حرف میزدم. تو خیلی خودت گفتی اشرف خانوم. آره من همینم، واقعا حق با توه. بیا خیلی کن. خیلی خوب. ولی من بهتون پیشنهاد میکنم با دستکش کار نکنید. آره سخته، چاقو بهتره. خب تموم. آره این نامردی کرد آقا، با چاقو پوست کرد، من با دست پوست کندم. اگه فکر میکردم که میشه چاقو استفاده کرد، خب منم چاقو دیدم، منم رفتم چاقو آوردم. اما چاقوی اون چاقوی تیزتریه، چون اون دم دست خودم همیشه باش کار میکنم. چاقو گذاشتن تو سینی باید باش چیکار کنی؟ یه تو سینی من بود، تو رفتی سرش وایسادی. پس میخواستی تقلب کنی، خدا گذاشت تو کاسه خودت. آره خب حالا با چاقو این کار میکنیم دیگه. بریم ادامه شو. بریم اول تخم. خب تو بگو. من چی بگم؟ الان میدونی رفتم تو قدیم، این مادر شوهرم وقتی 21-22 سالم بود پا شد رفتش بازار، 26 تا دسته سبزی خرید، چون بچه‌ها 26 تا؟ آره همه بچه‌هاش خارج از کشور بودن، آلمان و اینا. سبزی خوش میکرد، اون موقع مد بود میفرستادن برای بچه‌ها. الان دیگه همه چی اونجا هست. گذاشت جلو منو، یه ذره با من نشست پاک کرد، خیلی هم شیک پاک میکرد، پرپر و این حرفا. ما هم نشسته بودیم. منظورت اینه که دونه دونه برمی داشت پاک دونه دونه پاک میکرد تمیز. باری که خلاصه نشست و یه 10 دقیقه گذشت، یهو گفتش من برم، خواهرم کار داره، یه سری بهش میزنم و سری برمیگرد. ما یک ساعتی گذشت، ما موندیم و 26 تا دسته سبزی همونجوری پرپر پاک میکردی توی یه ساعت. آره دیدم نه هیچ جور اصلا تموم نمیشه. منو میگی دیگه به هم برخورد، پا شدم سر و ته این سبزی ها رو زدم، یه لگن بزرگ گذاشتم تو همون، اینا رو تون تون ریختم تو آب و با گل و مل تون تون شستم و پگم، یهو اومدم دست به خورد کردنم خوبه. خلاصه خوردشم کردم، ریختم، اومد ساعت 9 شب اومد اینجوری، یه ساعت صبح رفت 9 شب آره. اومد دامش. چجوری تو همه این کارا رو کردی؟ ماشاءالله چقدر دست سبکه. این به بعد همه کارا رو میگم تو دیگه بکنی. منم گفتم عجب غلطی کردم به خود. خب وقت زرد مردی شد توش در نه همش قاطی شد با هم دیگه، سبز شد. نیومد ببینه؟ دید عالی بود. دید زردا توشه؟ حالا بعدن تو اونجا خوردن شنمن رفت تو دهنشو، من نه میشورنش حتما. بس چی بشورنش؟ خیس میکنن میگو دیگه؟ خودم پاک کردم، شستم، تمیز، مرتب. مگه خیس نمیکنن اونجا سبزی خشکو؟ یه خورده شیوی دو برمیداره خوش میپاچه لا برنج. نه شیوی داره ولی قرمه سبزی رو که نمیتونه این کارو کنه. نه آماده وقتی خودش کرده همه کار کرده دیگه. من فکر میکردم اینجوریه، نمیدونم، من تا حالا با خشک درست نکردم. 2000 years later. حالا من این دستکشا رو دستم کردم، میدونی یاد چی افتادم؟
خدا رحمت کنه مادر شوهرمو. یاد دودا اسباب کشی داشت، بعد به من گفت میترا تو هیچ کاری نکن، فقط بیا من هنوز 5 تا میگن نکرده کارو نبرش بکن. آره واقعا. نه بگو اشرف خانوم دیگه، نگو آخه من این داشتم بگم میخوای کمکش کنم؟ نه من زنگولم بزنم تموم شد. میذاری تعریف کنم یا نگم؟ بگو. خلاصه ایچی ما رو گفت بیا میترا تو فقط ظرف و ظروف آشپزخونه رو جمع کن. گفتم باش. رفتیم شوی گفت پاشو اول برو دستاتو بشور. تو همومش یه وان داشت خب، بعد گفت آسیناتو بزن بالا. تا آرنج آسینامو زدم بالا، صابونی کردم، بعد شروع کردم به آب کشیدن. دستمو 3 بار گفت بزن تو وان تا آرنج در آره. 3 بار که کافی نبود، 3 بار مورد قبول ایشون. آره. بعد دیگه اومد گفت بیا برو تو ایوون وایسا تو آفتاب، دستات با نور خورشید خوش بشه. می‌خواسته به ویتامین قرآن عینشا بنده خدا وسواس داشت. منم سعی می‌کردم که باب میلش اذیت نشه بخواد یه کاری رو دوباره بکنه، نه اینکه مثلا دقیقاً بخوام دل به دست بیارم. خلاصه چی وایسادیم تو آفتاب اینجوری دستامون رو به خورشید که خشک بشه و اینا. یهویی دماغ من شروع کرد خاریدن. همینجوری که دستم داشت خشک شد دماغمو خاروندم. گفت بیا برو این چه شستنی بود. دوباره از نور دستمون زدیم تو لگن و دوباره اومدیم تو آفتاب. دینگ منم بزن تموم شد. جالبه که میخواسته اساس بپیچه. آره. بعد رفته بود روزنامه خریده بود پدرشم، روزنامه‌های نو، به قول خودش میگفت روزنامه‌ای که نخونده باشه، یعنی کسی بازش نکردش. بعد من همه این ظرفا رو پیچیدم تو روزنامه، دستای خودم از سرب روزنامه سیاه شده. داشت میگم ماما چه فرقی کرد، اینا رو میپیچیدیم توش، اونجا این ظرفا رو میشستیم. خدا بیامرز خیلی بحثه. من هر موقع میرفتم خونه‌ش اینجوری درا رو باز می‌کردم. بخش دوم بخش رنده کردم، ولی توجه داشته باشید که رنده ایشون اینقدر، رنده بنده اینقدر. این بچه اینه. از آقای فیلم بردار بپرسین، به خدا مژگان تو همین فاصله کوچیک 3 تا تخم مرغ رنده کرد. مژگان گنده باشه قبول نیست. ربطی نداره، میخواد بره پایین. کجا بره پایین؟ کدوم پایین میخواد بره؟ میخواد بخورنش. خب بابا گنده باشه که قبول نیست. آخ ریخت بیرون. ببخشید من یه ذره دیر انجام میدم، یه ذره خستم. تو دستت تندتره، چه فرقی میکنه؟ این دست درد میکنه. آها این پا هم درد میکنه روش وایسادم. آره میدونی چی جالب بود برام؟ که مثلا مادرشوهر من اول ظرفا رو خدا بیامرز داده بود شسته بودن، یه کارگری داشت اونم خدا رحمتش کنه، داده بود شسته بودن تو ایوون تو آفتاب گذاشته بود که خشک بشه. خب بعد به من میگفت بپیچش لای این روزنامه ها. میگفتم مامان این روزنامه ها خودش داره مشکل پیدا کرد. این روزنامه ها خودش داره چیز صوت پس میده، دوباره ظرفات همه سیاه میشه. خدا رحمتش کنه. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیم خاطرهای خوب برای عروساتون بذاریم. آره واقعا. آره. نه برای من خاطر بد نبود، کلی اون روز خندیدی. اون روز خندیدی. هنوزم یادش میکنم. نه خداییش من که از هر جا رکشم سبزی ببینم یاد اون 26 تا دست منم از خواب کشی بشه یاد اون روزنامه ها میاد. الان دیگه برام مهم نیست تو چی میپیچم، روزنامه‌اش دست خورده است دست نخورده است. الان دیگه خودشون میان برات میپیچن. آره دیگه، ولی من اونجوری نتاله اسباب کشی نکردم. خب من تموم آقا، زنگو بزن. آره ببینین تموم. مال من رندم کوچیک بود ولی با این حال با هم تموم. نه خیلی چی با هم تموم شد. من تموم شدم. زنگو بزن. ببین سر خودش چطور دیلینگ کرد. دارم میگردم نکنه تقلب شده باشه یه چیزی یه جا مونده باشه. نه مال من هیچی توش نیست. نه من خودم میگم که گفتم اعلام کردم یه نامردی در حقت نکرده باشه. نه نمیخواد دوباره هیچی نمونده. هیچی نمونده. خدایی آخر سر کاسه رو نشون بدین که من بیشتر کار کردم و مقدار کاسه من. خب چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. 5 تا سیب زمینی بوده، 5 تا من 3 کیلو بود مال تو یک. نامردی جلو دوربین بود دیگه. چونه نزن یکی یک.
یک قسمت بعدی رو باید بریم.